درمان با آب گرم. باورتان نمی شود اتحاد بیماری ژاپنی آخرین تجربه درمان با آب که نتیجه 100% برای بیماری دارد را منتشر کرده است. فواید آب گرم با معده خالی: سردردی شدید، فشار خون، کمخونی، درد مفاصل، فلج، ضربان شدید قلب، چربی، سرفه، التهاب حلق، التهاب شریان و هر مرضی که با مجرای ادرار مربوط می شود، زیاد ترشح اسید و التهاب معده، کم اشتهایی. از بین برنده این عوامل در وجود با نوشیدن آب گرم با معده خالی و هر مرضی که به چشم و گوش و حنجره مربوط می شود با این روش درمان گردد. طریقه درمان با آب که به جوش آمده هر صبح زود از خواب بیدار شوید و 4 گیلاس آب را با معده خالی بخورید، یعنی 160 میلی. و آب باید گرم باشد ولی آنقدر نه که زبانتان را بسوزاند و تا 45 دقیقه بعد از آن هیچ گونه غذایی نخورید و پس از هر وعده غذایی تا 2 ساعت آب نخورید. بعضی از افراد یا مریض ها در اوایل برای نوشیدن 4 گیلاس آب در یک وقت مشکل دارد. شما می توانید کمتر آب بنوشید و کم از کم به 4 لیوان برسید. نتایج درمان با آب برای امراض زیر در مدت معین شده: مرض قند سیروز، فشار خون سیروز، مشکلات معده 10 روز، انواع سرطان 9 روز، سل و التهاب شریان ها 6 ماه، کم غذایی 10 روز، مشکلات مجرای ادرار 10 روز، مشکلات بینی و گوش و حنجره 20 روز، مشکلات عادت ماهانه 15 روز، مشکلات قلب و انواع آن 30 روز، سردرد شدید 3 روز، کمخونی 30 روز، چربی 4 ماه، طرح و فلج 9 ماه، مشکلات دستگاه تنفسی 4 ماه. مضرات آب یخ: اگه آب یخ شما را در جوانی بیمار نکند، در میانسالی شما را سخت بیمار خواهد کرد. آب یخ باعث چسبیدگی چربی در عروق قلب شده و عامل انسداد 4 رگ اصلی قلب و سکته قلبی می شود. شاید شنیده باشید افراد جوانی که در اثر حمله قلبی از دنیا می رود، علت اصلی این اتفاق بعد خوردن آب سرد هست. آب یخ اولین و بزرگترین علت از بین بردن کبد و نابودی کبد به حساب می رود، چون آب یخ باعث چسبیدن چربی دور جدار معده و جدار کبد می شود. متاسفانه بالای 90% کسانی که در انتظار پیوند گرده و همچنان پیوند کبد هستند، قلبش به نوشیدن آب خیلی خنک عادت داشته. در کل نوشیدن آب یخ باعث از کار افتادن اعضای بدن و بیماری دیابت می شود. آب یخ باعث از بین رفتن عاج روده و معده شده و موجب سرطان دستگاه کوارش می شود. سلامتی را با دوستانتان هدیه کنید، چون که این یگانه دلیل هست که شما می توانید از این مشکلات خود را نجات دهید. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ، ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.